السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما یکی از مسئله های جمله بندی. جمله بندی اهمیت خیلی بزرگ دارد در افاده فکر. اگر یگان جزء جمله غلط شود، فکر روشن افاده نمی یابد یا عموما افاده نمی شود. به شما عیان است از درس‌های زبان مادری آگاه هستید که کلمه ها در جمله ساده با دو طرز علاقه پیوست و علاقه تابع می آیند. علاقه تابع در نوبت خود به 4 خیل جدا می شود: علاقه تابعی اضافی، علاقه تابعی وابستگی، علاقه تابعی همراهی و علاقه تابعی موافقت. صحبت امروزه ما تنها درباره علاقه تابعی موافقت. شما خیلی خوب میدانید در بین سراعضاهای جمله علاقه موافقت وجود دارد. یعنی خبر به مبتدا نگاه میکند که وی در کدام شخص است. در شخص یکم باشد، خبر هم در شخص یکم. در شخص سیوم باشد، خبر هم در شخص سیوم. باز به شماره به شکل تنها یا جمع مبتدا نگاه میکند. اگر مبتدا در شماره تنها باشد، خبر هم در شماره تنها. در شکل جمع آمده باشد، خبر هم در شکل جمع. اما بعض استثناء در زبان تاجیکی وجود دارد. مثلا بعضا چنین می شود که مبتدا تنها اما خبر در شکل جمع. اگر ما گوییم به خانه امان عمکم آمدند، عمکم شخص سیوم شماره تنها، اما خبر در شخص سیوم لیکن در شماره جمع. شما خوب میدانید که برای چه در شکل جمع آمده است. چون که گوینده مناسبت خود را، احترام خود را نسبت به سوبیکت عمل، به مبتدا، به شخص افاده کرده است. اما همه واسطه موافقت فقط بندک فعلی و خبری است یا در زبان یگان واسطه دیگری هم وجود دارد؟ در کتاب‌های درسی ما فقط بندک فعلی و بندک خبری ذکر می‌یابد. البته در نوبت اول این را در نظر داشتن لازم است، چون که از جهت موافقت در بین خبر و مبتدا رعایت نشود، یعنی مبتدا با خبر موافقت نکند، البته در جمله بندی ما غلط به میان می آید. اما در صحبت امروزه ما مسئله دیگر است که در کتاب‌های درسی شما نیست. همین علاقه موافقت نه تنها با بندک‌های فعلی و خبری، با بندک جانشین‌های شخصی صاحبی هم افاده می‌یافتند. مسئله های زبان را به مثال شهر دادن امر محال است. بنابراین من یک مثال می آورم که در این متن 2 جمله ساده آمده است. هر کدام این جمله ها مستقل است، اما علاقمندی معنایی در بین آنها باقی میماند. جمله یکم: قاره لامپ را بعد از قدر پستر کردن پیلته اش شیشه اش را با دستش گرفته به زمین گذاشت. بیایید همین جمله رو تحلیل کنیم. پردمت چیکار کرد؟ گذاشت. کی گذاشت؟ قاری گذاشت. اما کن در بین گذاشت و قاری موافقت
خبر با مبتدا کامل است، یعنی هم از روی شخص هم از روی شماره موافقت کرده است. اما اعضاهای دیگر جمله چی؟ نگاه کنید، قاری لامپه را بعد از قدر پستر کردن پیلته اش، شیشه اش را با دستش گرفت. شیشه اش، همین اش بندک جانشین شخصی صاحبی، همین اش اشاره میکند به مبتدای جمله، به قاری. یا اینکه شیشه اش، در اینجا هم اش بندک جانشین شخصی صاحبی، شخص سیوم، شماره تنها و با کلمه قاری که مبتداست موافقت دارد. و نهایت با دستش گرفته به زمین گذاشت. با دستش در اینجا هم اش بندک جانشین شخص سیوم بوده، با مبتدای جمله قاری موافقت دارد. دوام جمله، در دوام جمله هم همین گونه مناسبت مشاهده کرده می شود. من می خوانم، شاید شما مقایسه می کنید و به حقیقت همه گفته های ما به جمله بالا موافق می آید. مگر شیشه لامپه بسیار تفسان بوده، دستش را سخت سوزان که واه واه دستم گویان، او پنجه اش را پیش دهانش برده پوف پوف گویان برای تسکین دادن سوزش سری انگشتانش کوشش میکرد. در اینجا مبتدا او به جای کلمه قاری آمده است. کوشش میکرد خبر، در اینجا هم موافقت خبر با مبتدا کامل است. اما اعضاهای دیگر جمله هم در اینجا هستند. مثلا پنجه اش را، این پنجه اش به او، همین مبتدا یعنی به قاری تعلق دارد. دهانش، پیش دهانش، این هم به همین او یا مبتدای جمله اول قاری تناسب معنایی دارد. چنانه که میبینید در زبان انا همین گونه عنصر زبان هم بودند که علاقه موافقتی بین اعضاهای گوناگون جمله را افاده میکرده است. متاسفانه در کتاب‌های درسی ما درباره این طرز علاقه چیزی نگفته ایم. بنابراین در زبان غلط ها به میان آمده اند. برای نمونه چنین غلط یک جمله را میخوانم. یاد دارم چند سال پیش با یک نویسنده مشهور صحبت مطبوعاتی داشتم. دقت کنید. یاد دارم چند سال پیش با یک نویسنده مشهور صحبت مطبوعاتی داشتم. در اینجا گوینده نسبت مناسبت خود را به نویسنده افاده کرده است. دوام متن: بین صحبت تلفن موبیلیشان زنگ زد. بین صحبت تلفن موبیلیشان زنگ زد. اشان برای احترام به همین شخصی که صحبت مطبوعاتی کرده است تناسب معنایی دارد، یعنی موافقتی تام دارد. برای احترام او در شخص سیوم شماره جمع آمده است. استاد تلفن را خاموش کرد. بینید در بالا گپ دیگر خیلی بود. استاد تلفن را خاموش کرد، اما تلفن کاریشان پیوسته زنگ زدن گرفت. استاد تلفن را خاموش کرد، اما تلفن کاریشان در یک جا تو در جای دیگر شما شده است. پیوسته زنگ زدن گرفت. آن کس در مقام حرمت، شخص سیوم شماره تنها، آن کس ناعلاج ماندند. در اینجا مطابقت کامل است، برای احترام در شماره جمع آورده شده است. و عذر پرسیده جواب دادند. این چنین از آن طرف کسی
ادیب را به یک پیاله چای دعوت میکرد و او رد کرد. در اینجا در شماره تنها آمد. از آن طرف کسی ادیب را به یک پیاله چای دعوت میکرد و او رد کرد. به جای اینکه رد کردن گوید در شماره تنها آورده است. بعد از ماندن گوشی گفت. در اینجا هم در شماره تنها آمده است. دوستان عزیز، این یک غلطه که در گفتار و نوشتار امروزه ما خیلی زیاد مشاهده می شود. این غلط خیلی غلطی دغل است. در حق شخص با حرمت یک بار با شما، بار دیگر با تو مراجعت کنیم، البته بی حرمتی است. هم غلط گوینده و نگارنده است. بنابراین من به همه شاگردان توصیه میکنم که هر چیز نگاشتید یا هر چیزی را به دهان می آورید، پیش از همه به انمین نازکی های بیان و انمین نازکی های املا رعایت کنید که این غلط نابخشیدنی است. با همین صحبت دویممان دایر به آداب معاشرت و حسن بیان به آخر می رسد. در تحصیلتان برکت می خواهم دوستان جوان من.